میگیرد و این دسته ها رو رقم 20 از گانا و رقم 2 سولای به حیث سردار دسته و علی جان تردینظرов مخلصان دستگیری میکنند. ضربه زده بشود، بسیار عالی و حساب شده بشود، بسیار با علی جان تردینظرов. حالا ببینید این جست زیبایش را از بین 5 نفر خوب معاینه میکند. بسیار وقتی خوب برای فوتبالبازان دسته ریگر پیدا میشود و گل. برای یک بار دیگر به توجه کنیم. بسیار معاینه بازی کرد. پیش از همه اینجا شیرزاد محمدیف هم اولی اینجا توپ رو رها کرده، با سرزده شده جواب گردوند، 1 بر 1 حساب شد. حالا باز یک امکانات و حساب 2 بر 1 است و استفاده بود. حالا یک بار دیگر به توجه بکنیم. اینجا پرتابی خیلی خوب بود. نه اینجا اگر گویم که نه حالت غیر بازی نیست و اینجا نه. خب بیایید ادامه میدیم. عبدالخلیل بارونوف با نوریدین امرقلوف در خط پیش هستند. رقم 9 عبدالخلیل بارونوف و حالت 100% گلزنی 4-1 خطلون رو در سفر بود. ببینید این ضربه به محیدین عادلوف همین ضربه زیبا زده بود و گل شده بود. و حالا یک هجوم دیگر باز از کنار راست و این گل زیبا را ببینید. عالی جناب، گلی که ببینید اینجا خیلی معاینانه با هر دو حملگر، هم عبدالخلیل بارونوف و هم نوریدین امرقلوف این توپ رو و اینجا این حالت رو ببینید و امکاناتی عالی گل. عرب بازی زیبا، عرب بازی به ثمر میرسوند و اکنون از علیشیر جلیلوف و احسان پنجشنبه پیش میگذرد. بسیار بازی دیدنی، بسیار بازی زیبا. احسن برای هر دو دسته با این بازی زیبایشون که امروز با گل به باران ما رو. باز یک هجومی فوتبالبازان دسته کوکتاش، باز یک امکانات دیگر، گل. حالا یک بار دیگر توجه کنید، گزارش زیبا را ببینید چگونه زیبا بود و با چگونه ضربه عالی. آفرین با این ضربه، یک از گل‌های زیبا خواهد بود. بعد داور حالا اشتراک می‌کند که بازی به انجام میرسد. بازی‌های زیبایی دور شاید چمپیونات بود این بازی که یک بازی زیبا عطا کردند. حالا فرصت‌های این بازی رو ببینید. با شما بودم من علاوالدین بوریف. خیر تا بازی شاد و پیروز باشید.